قلعه صاحب اختیار در روستای خاکریز در حدود 1 کیلومتری اسدآباد قرار دارد که به فرمان خان بابا خان پسر سلیمان صاحب اختیار در زمان ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده است. اینجا تپه خاکریز هست. خاطر اینکه اسدآباد یک منطقه صقل‌جشی بوده، اینجا هم یک حالت به اصطلاح برجک نگهبانی داشته و هم یک سکونتگاهی برای حاکمان بوده. روی تپه قلعه وجود داشت. خود ناصرالدین شاه در سفری که به عتباتالیات داشته در این قلعه ساکن شده و تصویری هم از اون زمان باقی مانده. این ورودی قلعه صاحب اختیار افشاره که مربوط به دوره قاجار هست. آجرایی که برای در واقع انتقالنامه استفاده شده اکثرا از نوع خشتیش در واقع مربعیش هست. نایب الحکومه در واقع اسدآباد اینجا سکونت داشته و دور تا دور این قلعه هم در واقع سکونت مردم عادی به اصطلاح بوده. در 4 گوشه قلعه 4 برج مدور ساخته شده است که همکنون تا کف نگهبانی آن فرو ریخته است. متاسفانه از آثار مسکونی اون زمان تنها چیزی که ما الان داریم مشاهده می‌کنیم همین دیوارهایی که باقی مانده و برای مرمتش هم متاسفانه فعلا اقدامی صورت نگرفته. این اثر در 11 شهریور 1382 با شماره ثبت 9882 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. اگر این آثار تاریخی از طرف مسئولین محترم بیشتر مورد توجه قرار بگیره، در آینده پس از ویروس کرونا شاهد جذب گردشگران بیشتری در شهرستان اسدآباد خواهیم بود. طالبیان، خبرگزاری صدا و سیما، اسدآباد.